چرا غم میخوری از بحر مردن، مگر آنان که غم خوردن نمردن؟ بیرو بر اهل قبرستان گذر کن، ببین که مردگان با خود چی بردن. پروردگارا اهل مهاجرین را ساق سلامت به وطنشان برگردان. رفتند و راه باز آیند و روان. حضرت شیخ سعدی میگه چرا غم میخوری از بحر مردن، مگر آنان که غم خوردن نمردن؟ بیرو بر کنج قبرستان نظر کن، ببین که مردگان با خود چی بردن. انسانهای پیش از ما بودن، اونها هم دنیا را دوست می داشتن، حیاتی بسیار آسوده داشتن، زن و فرزند داشتن، مال و اموال زیاد داشتن، خیلی دوادو برای جوناشو کردن. آیا نمردن؟ مردن اونها. وقتی که اونها مردن، پس تو چی غم میخوری؟ این مرگ بالای هر یک انسان فرض ای جانب الله. این مردن خودش یک علم غیبی هست که هیچ کس نمیدونه که کدام لحظه ملک الموت به سراغ اون شخص می آید. به همین خاطر شیخ سعدی میگه این قدر غم نخو برای مردن، مگر این که برو در قبرستان داخل شو، تک تک اون قبرها را نظر بکن کو همونهایی که در قبرها خوابیدن امروز با خود چی بردن؟ پول بردن، ماشین بردن، فرزند بردن، دلار بردن، چی بردن؟ فقط عمل صالح. ای مردم، این صندوق عمل است. وقتی که پیک اجل به سراغ قبض روحت می آید، اون وقت هوشت به سرت میزنه الکی دیر شده است. همه کارات نیمکاره هستند. قسم به خدا یک فرزندت که در راه دور دیگه همون دیده نمیتونی، یک همسایه که قدید قهری کردگی خواستاری هستی قطعی هم آشتی کنم که آشتی کرده نمیتونی، یک بار دیگه منه مهلت بتیا برم در پیش پای همون همسایه خدمت پرتام زاری کنم که گناهیم نببخش، دیگه فرصتت نمیتیا. و همین خاطر شیخ سعدی میگه که شما وقتی که قبرها را نظر کرده، یک بار ببینه که مرده ها با خود چی بردن. فقط شبخیزی، طاعت، عبادت و بندگی و خیر سخاوتی که در دنیا به دست خود کردیم همون را ما میبریم، دیگه برای ما یگان چیز باقی نمیمونه. ای مردم، بیای هوشیار شیم. عمر این کوتاه، عمر این دنیا و الله قسم به خدا بسیار کوتاه، بسیار کوتاه. الکی ببین که به چی مرحله ها اومدیم، از دنیا هیچی ندیدیم، فقط این همین حالت دیده ایستیم که اکی حاجی بلجان از دنیا گذشت است و از مردن خودمو به تشویشیم. پیکی اجل یکایک ز این گله میبرد، این گله را ببین چه آسوده میچرد. مولوی میگه پیکی اجل انا همون ملک الموت که یک تا عیبین ما مردم برده ایسا است، ما حالی به تشویش در پای خورد و خوراک زندگی دنیا هستیم. نه که یک روز بناهچار نوبت ما میرسه، چی چیزی وعده شوه که اون اومدنی حتما اون میآید. میگن که فلان روز جمعه، این الکی امروز اومد، این امروز جمعه شید. نه که یک روز برای ما مقدرات مردن هست، اون روز حتما میآید. شخصی بود میگه مردی دکاندار بسیار پولدار و مالدار و ثروتمند بود. وقتی که از پیش دکانش مرده ها را که می بردن، اونها را شماریش میکرد که امسال 20 کس مرد. یک خلطه را برد در یک بیت کشال کرد و هر یک مرده که میگذشت یک سنگچه میدوخت، یک سنگچه میدوخت. یکم ینور تا یکم ینور مرده ها را شماریش میکرد، بعد خلطه را خالی میکرد، حساب میکرد، میگو امسال 20 کس مرده است. خودش به تشویش اول یک اول در پای مال و ثروت دنیا و دواده و لذت های دنیا های. این عمل اون شخص یک انسان زیر نظر گرفت. میگه سال دیگه اومد که در دکان دو چوب زدگی محکمه، صاحبش نیست. از دکانای پهلو پرسی که صاحب این دکان کو؟ گفتن این هم داخلی خلطه شید رفت. نیکی یک روز این نوبت ما میاد. انا میتونه که تماشا داریم که الان در خاک میمونن، ما را نمیفوره که با اون نزدیک شیم. یک روز انا میجا کشان میرن، تلت مینن. خوشا به حال اون انسانی که عمل داشته باشه، وای بر حال انسانی که این حیات به هدر سپاریده باشه. وقتی که به این خاکدان میارند، دیگه زار گریه و ناله میکنی، برای تو هیچ